به درگاهش کی آورده که گشتی ناامید، گرگدا کاهل بود، تقصیر صاحب خانه چیست؟ به نام و یاد خدای مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت تک تک شما شاگردای عزیز و نازنین. انشالله همگی جور و صحتمند و سر حال باشید. عزیزایم، درس قبلی ما شما در قسمت حل سوالات کار بود. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. و امروز بخیر یک عنوان جدید میخوانیم به نام انرژی مکانیکی. کتابچه و قلمتان آماده بسازید. ابتدا از انرژی یک معلومات حاصل میکنیم، باز به ادامه درس خود رفتیم. انرژی را ابتدا به شما تعریف میکنم جوانا. قابلیت توانایی انجام یک کار را به نام انرژی یاد میکند. قابلیت توانایی انجام یک کار را به نام انرژی یاد میکند و واحدات انرژی مانند واحدات کار است، یعنی ژول و ارگ می باشد. کار هم یک کمیت اسکالری است و انرژی هم یک کمیت اسکالری است. انرژی انواع زیاد دارد: انرژی برقی، انرژی نوری، انرژی هستوی و انرژی مکانیکی. اما ما در اینجا انرژی مکانیکی را میخوانیم. در کتاب شما یاد کرده که کار و انرژی مکانیکی، کار و انرژی پتانسیل. عزیزایم، ما ابتدا خود انرژی را جداگانه یک مطالعه میکنیم، بعد با کار و انرژی مکانیکی و کار و انرژی پتانسیل میریم. اونا بحث جداگانه هستند. در کتاب نسبتا ایرا یک ذره پیچیده صحبت کردم، ما شما بسیار به شکل آنفهمش کار میکنیم. خب گفتیم انرژی انواع زیاد دارد. اول انرژی مکانیکی را میخونیم. انرژی مکانیکی از مجموعه انرژی پتانسیل جمع انرژی حرکی به وجود می آید. خیلی ابتدا باید از انرژی مکانیکی کدام انرژی پتانسیل و انرژی حرکی را بفهمیم، باز بریم به انرژی مکانیکی. خب قلم و کتاب چطور گرفتین؟ ما هم میریم به تشریحات فرمال. عزیزایم، قبل از اینکه شامل انرژی مکانیکی شویم به شما انرژی چرا کار کنم؟ اول در ابتدا ما شما انرژی حرکی را صحبت میکنیم همراه با انرژی پتانسیل. خب ببینید دوستان، انرژی مکانیکی چی است و انرژی پتانسیل چی؟ انرژی حرکی و پتانسیل چی است؟ انرژی حرکی همون انرژی است که جسم متحرک در حال حرکت دارا می باشد. انرژی حرکی همون انرژی است که جسم متحرک در حال حرکت دارا می باشد. انرژی حرکی را تنها به حرف کم نمایش میدن که مساوی به 1/2 m ضرب v مربع می باشه. یا در کتاب مکتب که گفتم ما میتونیم برای سهولت کار ای که بگیم. هدف ما انرژی حرکی مساوی است به 1/2 m ضرب v مربع. این شاگردا این میشه انرژی حرکی. بعد از انرژی حرکی انرژی چرا میخوانیم؟ پتانسیل میخوانیم. انرژی پتانسیل. پتانسیل هم برش میگن، پتانسیل هم برش میگن، مشکل نداره، هر دو یکی هستن. انرژی پتانسیل یا نام دیگه شام ذخیروی. او چرا میگه دوستا؟ عبارت از انرژی است که در اثر اجرای کار بالای یک جسم ذخیره می شود. تکرار کنم، انرژی پتانسیل عبارت از انرژی است که در اثر اجرای کار بالای جسم ذخیره می شود و او را به حرف یو نشان میده به کتاب مکتب شما و او برابر است با m ضرب در g ضرب در h. این فرمولش است دوستا. اما در بعضی کتاب ها به حرف ای پی نشان داده که ای پی انرژی پتانسیل مساوی به m ضرب در g ضرب در h. مشکل نداره، هر دو یک چیز را بر ما نشان میده.
و قسمت آخر انرژی مکانیکی را ما و شما میخوانیم. انرژی مکانیکی. این شاگردان، انرژی مکانیکی از چی به وجود میاد؟ از مجموعه انرژی پتانسیل و انرژی حرکی به وجود میاد. این رقم نشته میکنه انرژی حرکی را به حرف ای نشان میتن و از اثر K جمع U دریافت میشه. یا هم میتونیم انرژی مکانیکی را به ای ام نشان بدیم، انرژی حرکی را به ای K نشان بدیم، انرژی پتانسیل به ای پی. هیچ مشکل نداره. ولی در کتاب مکتب به رقم بیان کرده، شما رقم بیان کنید یک ذره یک، اما حفظ کردنش به شما آسان تر است. خیلی در نتیجه انرژی مکانیکی مساوی است به انرژی حرکی از خود یک قیمت داره، 1/2 m ضرب v مربع، علامه مثبت. انرژی پتانسیل قیمتش m ضرب در g ضرب در h می باشه. یک دانه m ما شما از رابطه چی میگیریم؟ مشترک میگیریم. داخل قوس میمونه v مربع ضرب 1 میشه v مربع بر 2 مثبت m مثبت g ضرب در h مثبت g ضرب در چی؟ h. اینمی فرمول آخری که به وجود آمده، این فرمول به نام فرمول انرژی مکانیکی یاد میکنه. اینال دوستا، رابطه بین کار و انرژی حرکی، رابطه بین کار و انرژی پتانسیل ما شما میخوانیم. اول در کتاب شما یاد کرده که کار و انرژی حرکی، کار امرا با انرژی حرکی، کار و انرژی حرکی، این چی گپ را بر ما شما بیان میکنه؟ پس متوجه باشین. کار انرژی حرکی، زمانی که یک جسم کار انجام میده، در حقیقت به انرژی جسم تغییرات وارد میشه. در اینجا ما نشته میکنیم که پس انرژی کار مساوی است به تغییرات انرژی حرکی. تغییرات انرژی حرکی، تغییرات انرژی حرکی رو چی میگن؟ دلتا K میگن. پس W مساوی است به خود دلتا K به نام K2 منفی K1 می باشد و W مساوی است به قیمت K را شما میفهمین که در درس ها ما قبلا یاد کردیم K هدفش انرژی حرکی است، قیمت 1/2 mv مربع بود. ایناله وقتی K2 میگیم عبارت از 1/2 m ضرب v2 مربع میشه، منفی K1 میگیم 1/2 m ضرب v1 مربع میشه. طوری که میدانین در اینجا 1/2 m مشترک میشه. در اینجا 1/2 m مشترک گیری میکنیم، داخل قوس چیزی که میمونه عبارت از v2 منفی v1 مربع. و آخرین رابطه ای که حاصل کردیم در حقیقت W مساوی به W مساوی است به 1/2 m ضرب داخل قوس v2 مربع منفی v1 مربع. اینمی فرمول آخری را که بعدش آوردیم، اینمی فرمول به نام رابطه بین کار و انرژی حرکیات میکنه. خب پس دوستا این فرمول هر قسمتش مهم است. از این قسمت در فال کنکور سوال آورده شده W مساوی به دلتا K، از این قسمت آمده، این قسمت آمده و قسمت آخر هم آمده. شما کوشش نکنید این فرمول میخونی کنید، کوشش کنید که فرمول به ترتیب از ابتدایش یاد بگیرید. خیلی ساده. وقتی گفت کار و انرژی حرکی عنوان مشترک نام گرفت، شما میفهمید که یک کار زمانی انجام میشه که به انرژی حرکی جسم تغییر بیاید. خود انرژی حرکی را K میگه، تغییرش دلتا K میگه. دلتا K K2 منفی K1، هر K قیمتش 1/2 mv مربع می باشه. پس قیمت ها را به جایش ماندیم. 1/2 ثابت است، کتله ثابت است در فیزیک و سرعتش تغییر پذیر است، v2 مربع. اینجا 1/2 m 1/2 ثابت، کتله ثابت، سرعت هم v1 مربع. 1/2 m مشترک گیری میکنیم، v2 مربع منفی v1 مربع. فرمول آخری هم که به وجود آمده، این رابطه بین کار و انرژی یاد میکنه، کار انرژی حرکی. اینال بچو کار و انرژی چی را میخوانیم؟ در این قسمت نشته میکنیم کار و انرژی
کار و انرژی پتانسیل. کار و انرژی پتانسیل. خب یک بار دقت داشته باشین. پیش از او یاد میکنم انرژی پتانسیل یو مساوی بود به ام ضرب در جی ضرب در اچ. وقتی کار و انرژی حرکی گفتیم کار مساوی به تغییرات انرژی حرکی. حالی کار انرژی پتانسیل که میگه کار انجام شده مساوی است به تغییرات انرژی پتانسیل. پس کار مساوی به تغییرات انرژی پتانسیل دلتا یو، هر دلتا یو دو منفی یو یک هستند. پس در نتیجه دبلیو مساوی است به یو دو ام ضرب در جی ضرب در اچ دو منفی و یو یک ام ضرب در جی ضرب در اچ یک. در فیزیک شما میفهمین که کتله و جاذبه ثابت است. کتله و جاذبه را یک و دو نمیگیم، ثابت است، تغییر پذیر نیست. چیزی که تغییر پذیر است ارتفاعات است. مرحله انرژی یو یک جسم به ارتفاع یو یک به ارتفاع اچ یک قرار داره. وقتی که انرژی دومی را با خود اختیار میکنه او به ارتفاع دوم میرسه. پس در نتیجه یو مساوی به ام ضرب جی را مشترک گیری میکنیم، داخل قوس میمونه اچ2 منفی اچ1. پس دوستا این فرمول کوشش کنین که مکانیک نکنید. به می رقمی که من به شما دریافت کردم به می رقم دریافتش کنید. این فرمول آخره رابطه بین کار و انرژی چیات میکنه؟ رابطه بین کار و انرژی پتانسیل. خب چه رقم فهمیدیم؟ کار انجام شده مساوی به تغییرات انرژی پتانسیل. تغییرات دلتا یو یو دو منفی یو یک، یو دو ام ضرب جی ضرب اچ دو، یو یک ام ضرب جی ضرب اچ یک. چرا اینا رو یک و دو نگفتیم؟ کتله و جاذبه ثابت است، یگانه چیزی قابل تغییر است ارتفاع است. اچ دو و اچ یک. ام ضرب جی یکسان است، مشترک گیری میکنیم، داخل قوس میمونه اچ دو منفی اچ یک. موضوع بعدی که ما شما در این قسمت کار میکنیم یک عنوان است به نام قانون تحفظ انرژی. قانون تحفظ انرژی مکانیکی برای ما چرا بیان میکنه؟ میگه همیشه مقدار انرژی مکانیکی یعنی مجموعی ثابت است. چه قسم؟ مثلا در یک جسم از یک ارتفاع پرتاب میکنیم. در شروع ارتفاع در شروع پرتاب این بیشترین انرژی ذخیره شده را با خود داره، چون حرکت انجام نداده انرژی حرکیش صفر است. وقتی که به نیم مسیر میرسه انرژی پتانسیلش نصف میشه و انرژی حرکیش هم نصف میشه، نیم حرکت انجام میشه. بالاخره وقتی به مسیر آخر خود میرسه در این قسمت که رسید و انرژی پتانسیلش صفر میشه، از بین میره داخل مسیر و انرژی حرکی تبدیل به انرژی اعظمی میشه، یعنی به حد اعظمی خود میرسه. ولی مقدار مجموعی از اینا در کل چی است؟ ثابت است. برای مثال در این جگه انرژی پتانسیل 10 جول باشه، انرژی حرکی صفر است. در پایان که رسید امی 5 جول میشه، امی 5 جول. وقتی داخل برسه انرژی پتانسیل صفر میشه، حرکی 10 جول، اما مقدار مجموعش میشه ثابت است. خب پس یک دونه رابطه داره دوستان. همیشه میگه تغییرات انرژی حرکی مساوی است با تغییرات انرژی پتانسیل، اما در جهت مخالف. خب اینا دوستان دلتا که را همیتون یاد دارین. دلتای که عبارت است که دو منفی که یک است و علامه مساوی دلتا یو رو یاد دارین که یو دو منفی یو یک می باشه. منفی داخل قوس ضرب کنید، منفی که دو مثبت که یک، علامه مساوی یو که است ام ضرب در جی ضرب اچ دو منفی. خب نیاز نیست که ما امی ام ضرب جی ضرب اچ بنویسیم، اما یو دو یو یک کفایت میکنه دوستا. اینه مستقیم میتونیم نشته کنیم یو دو منفی یو یک و برای ترتیب نوشتنش میتونیم که یک اینجا باشه، یو یک طرف انتقال بدیم، مثبت یو یک میشه، علامه مساوی یو دو یو طرف انتقال کنه، مثبت که دو میشه. این فرمول آخری که به وجود آمده، این فرمول به نام فرمول چیات میشه؟ به نام فرمول قانون تحفظ انرژی. قانون تحفظ چی؟ انرژی مکانیکی یاد می شود. یک تکرار میکنم. انرژی مکانیکی میشه مقدار مجموعی ثابت است، بلکه از یک حالت به دیگه حالت قابل تغییر است. زمانی که یک جسم از یک ارتفاع میندازیم بیشترین انرژی پتانسیل در شروع حرکت خود داره، ولی
انرژی حرکی صفر است. در نصف مسیر که برسه انرژی پتانسیل نصفش از بین میره، تبدیل به انرژی حرکی میشه. ولی باز مجموعی ثابت است و در آخر مسیر که میرسه انرژی پتانسیل کاملا از بین میره، کلش تبدیل به انرژی چی میشه؟ حرکی میشه. یک مثال بگم تا شما بهتر بفهمین. داخل میدان فوتبال وقتی شما فوتبال میکنید، ابتدا هیچ حرکتی که انجام نمیتین و انرژی ضایع نمیکنین بر سر استکاک پایتان با فرش زمین، انرژی پتانسیل تان اعظمی است. بالاخره وقتی که حرکی صفر است، وقتی که بالاخره فوتبال میکنید و ورزش انجام میدید، یک وقتی میشه که او انرژی که اول داشتید او رو ندارید، این تبدیل به انرژی چی شد؟ حرکی شد. باز بالاخره یک مدت زمان بالاخره کاملا انرژی ذخیره‌تان صفر میشه، در میدان قرار جام میمونین. اون وقت است که انرژی حرکی پتانسیل صفر است، تبدیل به انرژی حرکی میشه. خب تغییرات انرژی حرکی با تغییرات انرژی پتانسیل اردوش با هم مساوی است، ولی در جهت مقابل، یکیش کم شود دیگهش زیاد میشه، یکیش بالا بر دیگهش پایین میره. از او خاطر منفی دلتا کم است به دلتا، یا دلتا کم است منفی دلتا، ببین کدام مشکلی نداره. منفی خودش دلتای ک دو منفی ک یک، دلتای یو دو منفی یک. منفی رو داخل قوس ضرب کردیم به این شکل آمد. ناله مثبت و منفی رو ترتیب میکنیم. مثبت ک یک اینجا باشه، منفی یو یک طرف انتقال چه مثبت یو یک. یو دو همونجا هست، منفی ک دو طرف انتقال چه مثبت ک دو. پس ک یک جمع یو یک مساوی به یو دو جمع ک دو. این به نام قانون تحفظ انرژی میگه. خب عزیزایم در قسمت آخر درس رسیدیم. انشالله که درس امروز به شکل احسن و خوب فهمیده باشید و این تعریف ها و واحدات را که براتون یاد کردم در خانه من یک بار مرور کنید. روز بعد انشالله از این بخش ما شما مثالایش را کارخواد کردیم. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.